سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر باشه. من هلیام. خیلی خوش اومدیم به یه اپیزود دیگه با من. اینجا آموزش ترید میدیم بهتون و هدف این چنل اینه که شما به سود مستمر برسید توی بازار کریپتو و فارکس. خیلی خوشحال میشم همین الان سابسکرایب کنید، لایک کنید. بریم ببینیم آقا موضوع امروزمون چیه. کیل زون ها و سشن ها. ببینید بچه‌ها، برای اینکه اول بدونید چی هست بهتون میگم. توی لندن 1 ساعتی به قدر بازار باز میشه و تریدرها میشینن پای چارت تا 1 ساعتی. خب توی ایران 1 ساعتی، توی توکیو 1 ساعتی، توی لندن 1 ساعت متفاوتی و ما باید توی تایمی که تریدرهای اصلی دنیا مثل تریدرهایی که توی لندنن، تریدرهایی که توی نیویورکن شروع به معامله میکنن و حجم اصلی بازار دست اینا هستش ترید کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه حرکاتی که توی این سشن ها اتفاق میفته، مووی که مارکت داره معتبرتره تا زمانی که بین این سشن ها بخوای تو تریدت رو انجام بدی. پس به خاطر اینه برای ما اهمیت داره. این ساعت ها که میبینید این رو براتون نوشتم بچه ها چیه؟ ساعتی که لندن، مارکت لندن باز میشه به تایم ایران. خب حالا میام براتون توضیح میدم، فعلا گوشتون با من باشه. ما 4 تا کیل زون یا سشن داریم: سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک. سیدنی ما هیچ کاری باهاش نداریم و هیچ تریدری هم روی اینا ترید انجام نمیده. خب توکیو هم به همون نسبت، اما برای ما آی سی تی تریدرها ابتدا و انتهای توکیو، سشن توکیو مهمه. ما اینو به عنوان نقدینگی در نظر میگیریم، فقط تا همینجا داشته باشیدش. مهمترین سشنی که همه تریدرهای دنیا توی این بازه زمانی ترید میکنن سشن لندن و نیویورک هست. خب سشن لندن و نیویورک برای ما ایرانیا که تو ایران زندگی میکنیم بهترین ساعت رو داره. ما ساعت بذاریم بیام بالا براتون. اینجا میبینید نوشتم اروپا، یه دونه دش گذاشتم لندن. هیچ فرقی نمیکنه، ما همون سشن لندن بهش میگیم. میتونیم بگیم سشن آمریکا، ولی منظور از سشن آمریکا نیویورک هستش. خب تایمی که بازار لندن باز میشه به وقت ایران 10:30 صبح ما هستش و تا ساعت 7:30 بعد از ظهر ادامه داره. تایمی که مارکت نیویورک باز میشه ساعت 4:30 بعد از ظهر ما ایرانی ها هستش به وقت تهران تا 1:30 شب. این سبزه هم بهتون توضیح میدم. تایم آسیا هم از 3:30 صبحمونه تا 12:30 ظهر. خب حالا چرا میگم بهترین تایم برای ایرانیا، بهترین لوکیشن برای تریدرها ایرانه؟ به خاطر اینکه شما اگه نیویورک زندگی میکردین، درسته که خیلی امکانات داشتین، خیلی وضعیتون متفاوت بود، اما اگه میخواستین تایم لندن رو ترید کنید باید ساعت 3:30 صبحتون بیدار میشدید و خب سخت بود خیلی. و ما سشن آسیا رو ترید نمی کنیم با اینکه 3:30 صبح فقط برای ما شروع و انتهاش مهمه، وگرنه هیچ تریدی توی اینا انجام نمیدیم. بچه گفتم بهتون چون حجم بازار کمه، حرکات غیر منطقیه، استراتژی توی این تایم جواب نمیده. توی سیدنی، توی آسیا، توی بین اینا، مثلا بین تایم باز شدن لندن و نیویورک یه وقفه ای هستش. خب استراتژی توی اینا جواب نمیده. حالا این سبزه چیه؟ همپوشانی تایم لندن و تایم نیویورکمون به وقت ایران میشه از ساعت 4:30 بعد از ظهر ما تا 7:30 بعد از ظهر. خب این تایم برای ما به شدت مهمه. تمام اتفاقات مهم توی این زمان میفته. خب فکر کنید 2 تا از قطبای اصلی ترید دنیا سر یک تایم دارن ترید انجام میدن. متوجه شدین؟ تایم لندن گفتیم از 10:30 صبح تا 7:30 صبح. آیا ما این همه مدت باید بشینیم پای چارت؟ اصلا 2 ساعت اولیه هر سشن برای ما خیلی اهمیت داره. یعنی از 10:30 تا 12:30 توی لندن، توی نیویورک هم از 4:30 تا 6:30 برای ما خیلی مهمه. بچه اصلا یه تایمی هست توی لندن ساعت 12:30 بعد از ظهر ما میشه. خب بهش میگن لانچ تایم. تمام استاپ هانتا توی این زمان اتفاق میفته
و هر معامله‌ای که میگن گرفتی و توی این تایم باید ببندی 12:30 ظهر ما. خب چون که آقا مارکت میکر میاد تو رو استاپ هانت کنه. فقط اومدیم روی چارت بچه‌ها برای اینکه بتونید سشن‌ها رو به راحتی برای خودتون مشخص کنید. اول از همه بیاین این پایین تنظیماتتون رو بذارید روی UTC -1 لندن. اوکی. کار دومی که میتونید بکنید از قسمت Indicators FXN Asian Session Range رو انتخاب کنید. براتون مشخص میکنه سشن های مختلف رو. خب که دیگه نیاز نیستش این رنگ آبی برای لندن، رنگ بنفش برای نیویورک، رنگ قرمز نارنجی هم برای آسیا هستش. یادتونه میگفتم سقف و کف آسیا برای ما خیلی مهمه. شما فقط توی این مورد ببینید هر جای قیمت باشه میاد سقف و کف آسیا رو برای ما هانت میکنه. اینها میبینی؟ میاد کف آسیا رو دوباره میبینی رفته به سمت بالا، اما تو تایم نیویورک اومده اینو هانت کرده و بعد به حرکت صعودی خودش ادامه داده. دوباره اینجا سقف و کف آسیا رو ببینید اومده استاپشو گرفته، دوباره کف آسیا استاپشو گرفته. خب زمانی بهتون میگم ما چه استفاده دقیقی از این سشن ها خواهیم کرد و انتظار چه حرکتی رو تو سشن ها خواهیم داشت که ICT رو کامل یاد گرفته باشیم. فقط شما اینا رو داشته باشید، کارباهاش رو یاد بگیرید تا ببینید چه پولساز قرار عمل کنه. لازم دونستم چند تا نکته راجع به کریپتو هم بهتون بگم. این تایما کیل زونا مختص بازار فارکس هستش و تأثیر روی بازار کریپتو نداره. اما از اونجایی که همسویی دارن این دوتا بازار با هم دیگه، مثلا همون جور که یک شنبه ها که تعطیلات خارجی ها هستش، بازار فارکس هم تعطیله. به همین دلیل بازار کریپتو هم حجم معاملاتیش خیلی میاد پایین تر و همیشه گفتم هیچ وقت یک شنبه ها اونایی که کریپتو کار میکنن ترید انجام ندن. اونا رو هم روز آف خودشون در نظر بگیرن، به جای اینکه ترید کنن بشینن مثلا ژورنالاشون رو چک کنن، چک لیستاشون رو چک کنن. حجم اصلی روز شنبه و یک شنبه دست کیه؟ دست صرافی هاست و صرافی ها کاملا آگاهن به اینکه استاپلاس های مردم کجاست. مثلا یه صرافی بزرگی مثل بایننس کاملا داره اوردرای کاربراشو میبینه کجاست دیگه، همه چی رو داره میبینه و قدرت هم دستشه، پول هم دستشه، حجم هم دستشه. چرا نره استاپا رو بزنه؟ تو هم بودی میرفتی استاپای مردم رو میزدی. خب واسه اینه میاد تو رو استاپاتو میزنه و بعد دوباره دوشنبه به حالت عادی و حرکات منطقی خودش رو شروع میکنه ادامه دادن. دوشنبه که آقا شروع شد خیلی مارکت هیجانیه، مخصوصا تایم لندن. نکات سشنا رو دارم بهتون میگم که با تجربه اینا به دست میاد. خود من هیچ وقت دوشنبه با اینکه مارکت باز میشه و همیشه تایم کاری من لندن هست، ولی فقط دوشنبه ها لندن رو ترید انجام نمیدم چون مارکت هیجانی داره عمل میکنه. اما عوضش تا بخوای ساعت 4:30 توی سشن نیویورک خیلی حرکات بهتره، خیلی منطقی تره. سه‌شنبه از اون خیلی بهتره، چهارشنبه همینطور، جمعه از همشون بهتر. متوجه شدین؟ اینا چیزاییه که با تجربه میتونید به دست بیارید که چه ساعتی بشینید پای چارت، چه ساعتی اصلا ترید نکنید، چه ساعتی فقط نظاره‌گر باشید. خب و یکی از اصولی که همیشه بچه باید رعایت کنید، مغز شما نمیکشه این که 12 ساعت یه تک تحلیل کنید. تا زمانی که داری تمرین میکنی، یاد میگیری، اینا خیلی چیز عادیه. 15 ساعت هم بشین پای چارت. اما موقعی که دیگه حجم از سرمایه‌ت رو دخیل کردی تو بازار، داری پول در میاری، ضرر میکنی روی اون، باید برای خودت محدودیت ایجاد کنی. باید تعیین کنی آقا من از این ساعت تا این ساعت میشینم پای ترید، هر چی شد میذارمش کنار تا تایم نیویورک مثلا. خب تعیین میکنی برای خودت، تو که تریدر کریپتو هستی، من شنبه و یک شنبه ترید نمیکنم. نمیدونی چقدر وسوسه کننده است بخوای ترید کنی، میبینی همه چی شرایط ستاپ برای استراتژی تو و میخوای ترید انجام بدی، خیلی دلت میخواد، اما واقعا باید کنترل کنی خودتو که متضرر نشوی. مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.